میخوام چند مورد در مورد کال آف دیوتی موبایل بگم که شاید بعضیام ندونن. اولین چیز توی بلک مارکته. بچه نگاه کنین، دقت کنین، از اینجا ما میریم بالا. خب حالا ما میتونیم با این راهکار از اینجا خودمون بریم بالا. نگاه کنید، قشنگ میریم بالا. این یکی از راه مخفی‌های خوبیه که میتونین حتی اینجا باشید بتونین این کار رو انجام بدید. بچه نگاه کنین، اینم سمارتیزه. نگاه کنین، اینم میخوام بزنم تو سر همینجا. نخورد. خب حالا بریم ادامه ویدیو. نگاه کنین بچه ها، الان اینجا این پولم میتونه قایمش، این جای خوبیه چون هیچ که تشخیص نمیده که شما اینجا قایم شدین. اصلا هیچ که اینجا رو تشخیص نمیده و دیگه انمیا نمیتونن شما رو بزنن و حتی اونور پولم میتونیم. نگاه کنید، اونور پول اونورم دیگه میتونیم. خب بچه ها، حالا میخوام بگم که کال آف دیوتی موبایل در چه سالی ساخته شده. نگاه کنید بچه ها، از سال 2003 یعنی داشتم ساخته شد به نظرم، و در سال 2000 اگه اشتباه نکنم 2019 توی گوشی اومد و خیلی هم بچه ها محبوب شد، همه دوستش داشتن.